جوان از عالم پرسید: من جوان هستم و نمیتوانم نگاهم را از نامحرم منع کنم، چاره ام چیست؟ عالم نیز کوزه پر از شیر به او داد و به او توصیه کرد که کاسه را به جای برد و شیر از کاسه بیرون نریزد، و از شخصی هم درخواست کرد تا او را همراهی کند و اگر شیر را ریخت نزد همه مردم او را با چوب بزند. جوان کوزه را سالم به مقصد رساند و چیزی بیرون نریخت. عالم از او پرسید: چند دختر سر راه خود دیدی؟ جوان جواب داد: هیچ، فقط به فکر آن بودم که شیر را نریزانم که مبادا در نزد مردم چوب بخورم و خوار و ذلیل شوم. عالم گفت: این حکایت مؤمنی است که همیشه خدا را ناظر عملهایش می داند و از روز قیامت و حساب و کتابش که مبادا در نزد مردم خوار و ذلیل شود ترس دارد. الله مهربان در قرآن کریم می فرماید: آیا انسان نمی داند که خدا او را می بیند؟ الله مهربان ما را توفیق دهد که هر چیزی که می شنویم به او عمل کنیم و به دیگران برسانیم. آمین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.